چیه راز پنهون الماس که این همه رتبه میده هر سالش؟ کی آخه شبیه ماست با انصافه؟ کاشکی بدونی همه چی داره الماسش، بهترینای ایران هستن استادش، آزمون مازم که نیست مثالش. هیچکی نمیتونه برسه به گرد پاهاش، رتبه ها میگم ما موفق شدیم باهاش، تو هم میتونی موفق شی حالا. خیلی ها اینو میدونن ولی بد نیومدن، رفتن جای دیگه اونا رو گولشون زدن، پشیمون شدن الان شدن یه الماسی دیگه. منم دلم میخواد بشم یه مازی، رتبه بشم همه ازم باشن راضی، حرص بدم فامیلو به اندازه کافی. نگران